صحنه‌های گریه و زاری محمد باقر قالیباف و نگاه‌های پرمعنای عباس عراقچی در 24 ساعت گذشته با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و بحث درباره اعتماد و امین بودن مسئولان را بار دیگر داغ کرده است. در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ کشور، سوال اساسی این است: آیا واقعاً می‌توان به تصمیم گیران و سکانداران کشور اعتماد کرد؟ چگونه می‌توان به افرادی اعتماد نمود که حرف و عملشان یکی نیست؟ با توجه به شرایط اضطراری کشور و محدودیت‌های امنیتی فعلی، رهبر معظم انقلاب نیز نیازمند افراد امین، کاردان و قابل اعتماد هستند. میهن اسلامی ما هرگز از افراد مؤمن، انقلابی و میهن پرست خالی نبوده و نیست. اما این واقعیت تلخ را نیز نمیتوان انکار کرد که خائنین و نااهلان نیز در این مرز و بوم کم نبودند. اعتماد سرمایه‌ای گرانبهاست که با اشک‌های لحظه‌ای و نمایش‌های رسانه‌ای به دست نمی‌آید، بلکه با ثبات در گفتار و کردار، صداقت و کارآمدی به وجود می‌آید.